دایموند در کراون که رسیدن در اینجا بند موندن، پیش رفته نمیتونن و میخواین اس کنن، اس نمیشه. یک قسمت پرموتینگ است. خب این پرموتینگ چی کار داره؟ در یک قسمت برای ما گفته که شما در میدان ارینگل و لیویک هر کدامش که انتخاب میکنین. حالا ما میدان ارینگل براتون مثال میتونم. در میدان ارینگل گفته که 3 میچ باید شما مقام 15 بگیرین. ما در اینجا مقام براتون نشان میدم. مقام 15 منظورش چی است؟ منظورش مثلا در اینجا شما میچ بازی کردین. در یک قسمت مثلا که ما ششم گرفتیم، میدان های کلاسیک رنگ لیویک گرفتیم. نه لیویک 25 است، لیویک 3 است، لیویک 27 ارینگل است. در اینجا 21 ارینگل است و در اینجا میبینید که ارینگل 19 هست. این هست مقام دوستا. این را فراموش نشون. و وقتی که شما تنهایی بازی میکنین یا گروه بازی میکنین و میخواین که از این قسمت از این پروموتینگ رد شوین یا پیشتر رد شوین، 3 میچ رد برد شما باید مقام 15 را بگیرین در میدان ارینگل. اگر شما در میدان لیویک بازی میکنین 3 میچ رد برد. اگر شما در میدان لیویک بازی میکنین هم میشه باید شما مقام 8 بگیرین 3 میچ، یعنی کمتر از اوش 7 شوین یا 6 اول شوین. چی بهتر؟ سعی کنین 3 میچ رد برد. فرض کنین شما 2 میچ در یک قسمت مقام 6 یا 5 میگیرین و یک میچ دیگه 25 یا 19 میشین. در یک قسمت اثر شروع میشه یا خیر؟ نه خیر. مثلا شما 2 میچ خوب بازی کردین، مقام 6 5 یا اول شدین، میچ 3 باختین 25 شدین و میچ 4 کوشش کنین اول یا دوم شدین. در یک قسمت حساب میشه. غیر از او اثر حساب میشه، یعنی دوباره باید شما 3 میچ بازی کنین. اگر کسایی که در یک قسمت میان از اینجا رد شدن نمیتونن، فقط اینمی هسته دوستا. باید شما 3 میچ رد برد در میدان ارینگل مقام 15 را بگیرین یا لیویک گفته مقام 8 بگیرین. 3 میچ رد برد کوشش کنین. اگر یک میچ فراموش میشه یک میچ دیگه بهتر بازی کنین و اگر میچ بعدیش هم اشتباه شد یا شما نتونستین کشته شدین، در یک قسمت گشته باید 3 میچ از اول شروع میشه. خب از اینجا شما رد شدین. در اینجا 4199 کپ از شما میخواد که از قسمت شما از قسمت پروموتینگ رد میشین در قسمت اس میین و اگر میخواین که اس ماستر کنین بازم در اینجا برای شما یک مانع میاد پروموتینگ. این پروموتینگ چی هست؟ در یک قسمت گفته که 4 میچ در میدان ارینگل باید شما مقام 12 بگیرین. اولش هم چی بهتر؟ اگر 13 شدین حساب نمیشه، یعنی 4 میچ رد برد مقام 12 بگیرین. بازم براتون میگم که اگر یک میچ از این 4 میچ یک میچش خطا میخوره، میچ بعدش باید شما بالاتر از او مثلا اول یا دوم شین، در یک قسمت حساب میشه. اگر پایینتر از او در یک قسمت 4 میچ شما نتونین رد برد یا 3 میچ نتونین رد برد مقام 12 را در میدان ارینگل بگیرین، گشته دوباره شروع میشه، یعنی گشته از سر شروع میشه. بهترش اینجا هست که شما 4 تا میچ در یک قسمت مقام 12 بگیرین در میدان ارینگل. اگر لیویک بازی میکنین مقام 6 بگیرین، 4 میچ رد برد. در اینجا مثلا اگر شما 7 بگیرین حساب نمیشه. مثلا 6 نوشته که اول شین، چی بهتر؟ 5 یا خود 6. اگر 7 شد یا 13 شد در قسمت حساب نمیشه. 4 میچ رد برد هست ماستر شما میشین یا اس ماستر میشین. خب مثلا شما در اس ماستر رسیدین، گشته میخواین در یک قسمت اس دامینیتور برین. بازم برای شما در یک قسمت همین پروموتینگ هسته. بازم شما 5 میچ رد برد در میدان ارینگل باید مقام 2 بگیرین و اگر لیویک بازی میکنین مقام 5 بگیرین رد برد. بازم همین چیز هسته. اگر شما 4 میچ رد برد مقام 5 در داخل میدان لیویک میگیرین و یک میچش از پیش شما خطا میخوره، دوم میچ شما باید اقلا اول یا دوم شین. اگر 2 میچ خطا میخوره در یک قسمت گشته از سر شروع میشه. 5 میچ شما باید در یک قسمت در ارینگل دوم شوین و در لیویک 5 شوین. اگر 6 شد حساب نمیشه، 11 هم شد حساب نمیشه. سعی کنین یا دوم یا نوم یا اول شوین. رد برد 5 میچ. بعد از او اس دامینیتور میگن که در اینجا براتون بچ میته و همینطور میایین بالا کنکرر که اگر خواستین کنکرر کنین. از این 3 دانه مانعی که هسته پروموتینگ اینمی راه حلش هسته که از اولش
3 میدان است و آخرش که در اینجا 5 میدان میشه. در نظر من بسیار ساده هست، به شرط از اینکه شما ایرا معلومات داشته باشین. این معلومات حتما در دوستایتان ارسال کنین تا اینکه دوستای دیگه هم متوجه شون. اینمی هست، از اون خاطر شما در اینجا گیر میمونین یا بند میمونین، پیش نمیرین. اینی کار انجام میتین، انشالله که مشکلتان حل میشه. و جوایزهای خیلی زیادی دیگه هم در اینجا آمده که مثل این تایتل متیک است و در این قسمت یک لباس کتی کلش یا متیک می باشه. قسمت سایکل کاملا ورداشته، چیزی جدید آورده و در اینجا بعضی اچیومنت ها هم هست که درباره از این سکه ها براتون معلومات ندادیم. در قسمت کامنت نوشته کنین، من حتما براتون در اینجا معلومات میتون و کاملا درباره از یا براتون ویدیو میسازم اگر شما میخواین. تشکر که تا این دم ویدیو رو تماشا کردین. جهان